محمد علی حافظ الکتب، مشهور به محمد علی شیرازی. چرا شیرازی؟ به خاطری که حافظ الکتب خیلی قلمبه بود. اگر یه جایی شهرتمو می‌خواستن میگفتم حافظ الکتب، حتما طرف میگفت چی آقا؟ من شاعری رو شاید بگم از نوجوانی شروع کردم و اولین ترانه‌ای هم که ساختم ترانه‌ای بود روی آهنگی از آقای حسین صمدی به اسم دیگر مگو و خوانندش هم خانم پوران. گفتی که او همسر گرفته، مهدی کری در بر گرفته، این غم مرا دیوانه کرده، دیگر مگو. سال 45 سیاست مملکت بر این قرار گرفته بود که محیط رو ببرن به طرف صنعتی شدن. سیاست صدا و سیما هم این شد که ابلاغ میکردن که برنامه رو به طرف شادی ببرید، یه مقدار نشاط بدید به کارا. و بعد یه روز من تو رستوران رادیو نشسته بودم و آقای ویگن هم همونجا بود و همیشه این گیتارش هم هر بود همراهش دستش بود. این گفت که شیرازی ببین این چطوره؟ یه چیز از اون تیکه به اصطلاح قد و بالای تو رعنا رو به نظرم با گیتارش زد. آنن تو ذهن من اومد که قد و بالای تو رعنا رو بنازم، قد و بالای تو رعنا رو بنازم، نگل باغ تمنا رو بنازم، تو که باش بگری از همه دل میبری، منو شیدا میکنی چرا نمیرقصی، تو که با موی طلا قد و بالای بلا فتنه برپا میکنی چرا نمیرقصی، قد و بالای تو رعنا رو بنازم، نگل باغ تمنا رو بنازم، ای سبک رقص بلا تو مکن ناز بیا، که در رقص طرف شو بده بازی، ای گل عشق و صفا مرو از محفل ما، که شاداب‌تر از هر گل نازی. گفت که بشینیم اینو با هم تمومش کنیم، به یه جای برسیم. گفتم باشه. ایشون به من قرار گذاشت که برم خونه‌ش. در همون زمانم ایشون با اون خانم اولش با هم زده بود و با اون خانمی که بعداً ازدواج کردن یه خونه گرفتن، یه آپارتمان گرفتن توی یکی از فرعیای خیابون تخت طاووس. به هر صورت نشستیم قرار بود کار کنیم. دیدم که این گیتار دستش منتها از کار خبری نیست، داره صحبت میکنه از اخلاق بد رفقا و که به اصطلاح دوست نیستن و ال نیستن و بل نیستن و هی هم افروخته تر بر افروخته تر میشد و منم هرچی فکر میکنم آخه داره چی میگه، به چه دلیل این حرفو داره میزنه. بعد دیدم این خانومه از تو دهنه در آشپزخونه به من میگه ساکت باش پشو برو. چو برقصی تو فریبا ببری از دل من تا و زمانم، چو خرابی تمنا فکنی برقه بس بر دل و جانم، ز نگاهم چو گلیزی پریزاد مگر خواب خیالی، چه شود یار به خرامی تو که شیرین تر از امید وصالی. گذشت و یه چند روزی گذشت دوباره من تو رادیو ایشون رو دیدم و این گفت که مرد حسابی ننشسته این کار رو تموم کنیم فلان، اصلا تو این عوالم نیست، یادش رفته قضیه چی بود و فلان. بعد گفت که حالا بیا یه قرار دیگه بذاریم بشین این کار رو تموم کنیم فلان. گفتم باشه، به یه شرط من میام که شما دیگه نوشیدنی چیزی نخورده باشی. گفت نه خیالت راحت باشه. باز دوباره به اصطلاح قرار با من گذاشت هم خونه‌اش. رفتم مراجعه کردم، دیدم این خانم اومد یه یادداشت داد به من که فلانی بیا کافه لاس وگاس تو خیابون 25 شهریور 7 تیر الان. دیدم ایشون تمام این میزای به اصطلاح این کافه رو سرهم کرده و همه آدمایی هم که اونجا هستن نشستن دور تا دور، خودش هم اون بالا نشسته و داره صحبت میکنه. و بعد یه دستگاه هم داشت این تشکیلات، از این دستگاهایی که سکه مینداختن صفحه میذاشت. هر کی میمد این ویگن رو میدید یکی از آهنگای ایشون رو انتخاب میکرد و میذاشت. یه پسر و دختر اومدن نامزدی بودن، یه همچه حالی اصلا تو عالم خودشون، یه سکه انداختن و یکی از کارهای عارف رو گذاشتن. آقا این یه دفعه مثل توپ ترکی فلان شد، این آهنگ اینم خواننده است. خلاصه با این حرفا به اصطلاح کافه به هم ریخت. باز بالاخره این ماجرا دوباره یه قرار دیگه این ور اون ور تا ما بیایم این کارو بسازیم شاید حدود 1 ماه طول کشید. دلم
این شعر رو چندین نفر خوندن و اجرا کردن، از جمله خانم گلوریا روحانی، از جمله کوروش سرهنگزاده و آخرین شخصی که اینو خوند خانم هایده بود که تو یکی از برنامه‌های شما رادیو بین همون جمعیت اینو اجرا کرد و این سابقه هم که الان هست درست همون اجراست. خدا مهربونه یاره عاشقونه ما جوونه وای وای خودش خوب میدونه که بر جون عاشق جدایی گرونه. سال 48 یه فیلم سفارش دادن باز به من آقای انوشیروان روحانی به اسم گذر اکبر که من مدتی یه موضوع تو ذهنم بود، شاید یه نوع احساس وظیفه می‌کردم که این فیلم این امکانو به من داد. همین که فیلم به اصطلاح موضوعش شکلی بود که میشد این کارو درش به اصطلاح گنجوند و همین که آهنگش هم که آقای روحانی ساختن شد ترانه زندونی. وقتی که دلتنگ بایدشی آزادی زندگی زندونه، وقتی نباشه شادی آدم که غمگینه دنیا براش زندونه، ما بین 100 میلیون بازم تنها میمونه، دنیای زندونی دیواره، زندونی از دیوار بیزاره. این شعر ساخته شد و رفت تو این فیلم به اصطلاح گنجانده شد و فیلم متاسفانه رفت تو فرهنگ و هنر اون زمان، حالا نمیدونم به چه دلیلی توقیف شد و اجازه اکران بهش ندادن. شد سال 50 و بعد از قضیه سیاهکل این فیلم هم اکران گرفت. آدمی که میشه شماره روی یک بی قواره دیگه آخه کجا میتونه سری بین سرا دراره. دنیای زندونی دیواره، زندونی از دیوار بیزاره، پرنده که بالش میسوزه دل غم به حالش میسوزه، آخه مرگ واسش رهایی پرنده که بالش میسوزه. پرنده که بالش میسوزه دل غم به حالش میسوزه، آخه مرگ واسش رهایی پرنده که بالش میسوزه. میتونم بگم که شد سبک آقای داریوش سال 48. ایشون کاری تو این زمینه ها تو اون زمان نداشت و تو این فاصله ایشون احتمالاً یا حالا 100% تو محافلی که میشد گاهی اجرا میکرد و فلان دید که مردم استقبال زیادی از این نوع کار میکنن و واقعا جاش خالی بود. آدمی که میشه شما روی یک سری داره دیگه آخه کجا میتونه سری بین سرا داره. حالا تو این فاصله قبل از این ماجرا هم سلطان قلب‌ها بود. سلطان قلب‌ها یه ملودی والس داشت که آقای روحانی ساخته بود، ملودی خیلی دلنشینی کوتاهی بود و زیبا که من رو اون ملودی 5 تا شعر مختلف تو روی اون یه ملودی ساختم که یکی بود یه دل میگه برم برم، یه دل میگه برم برم، یه دلم میگه نرم نرم، طاقت نداره دلم بی تو چه کنم. یکی بود نامه، از برگ گل کاغذ سازم نامی شیرین میپردازم مینویسم از عشقم رازم که اینو گل من. یکی بود وقتی برات نخواد خدا، یکی بود یه روز یه شب، یکی دیگه هم بود و یه به اصطلاح 6 و 8 هم بود که رو صورت خانم لیلا فروهر که اون موقع بچه بود تو فیلم که میگفت توی دنیا هر کسی یه شکلی نونو در میاره، زندگی میچرخه، قصه ای نداره، تو 2 روز هستی قصه ننگاره، برو جونم دست بزن به کاری کار نداره آری، زندگی شیرین با امیدواری. توی دنیا هر کسی یه شکلی نونو در میاره، زندگی میچرخه قصه
مثلا فرض کنید که یه برنامه‌ای بود که قبل از سال 50 به وسیله آقای عطاالله خرم اجرا میشد به اسم 1 2 3. مبناش بر این بود که خواننده‌های آماتور رو بیارن و بخونن، حالا شروع بکنن. یه روز قرار بود که فکر کنم یکی از همون دخترای البندی که میدونید دخترای دایی آقای ویگن بودن اینا، که احتمالاً همون آلیس البندی بود که تو ذهن من مونده. حالا به دلیلی مثل که سرماخوردگی داشته فلان، ایشون نتونست بیاد اون اجرا بکنه. آقای عطاالله خرم گفت که راستی خانم گوگوش هم اظهار علاقه کرده که بیاد تو این برنامه کار بکنه. و چون این خواننده‌ای که اون روز قرار بود بیاد نیومده بود، ایشون گفت بذار ببینم این میاد، میتونه بیاد. زنگ زد که بالاخره میخواد بیاد. اون ایشون هم اومد و شاید حدود 7-8 تا کار از من خوند که یکی از کاراش هست که دریای انتظار میگه شنهای ساحلی، کلبه های گلی، چشمان باز صدف، موجی که تن پوشیده با تور کف، دریا دریا دریا، چون دل عاشقم انتظار تو را دارم. شنهای ساحلی، کلبه های گلی، چشمان باز صدف، موجی که تن پوشیده با تور کف، هر یک دریا، چون دل عاشقم انتظار تو را دارم. بر لبهای قایق را ناله نغمه خوان، خاموشی کرده آشیان بی تو جانم. از بین آقایون آهنگساز من با بیشترین به اصطلاح و شاید با علاقه بیشتری که کار کردم، یکی با آقای انوشیروان روحانی بوده، یکی آقای مهندس همایون خرم. و با دیگرونم خب خیلی کار داشتم. با آقای سلیمان اکبری کار داشتم، با آقای حسین صمدی کار داشتم که اولین کارم هم مال ایشون بود، با ایشون بوده. با آقای حسن لشکری کار داشتم، یکی 2 تا کار موندگار با ایشون دارم. ولی از نظری که به اصطلاح کاری که میتونم بگم راحت بودم باشون کار کنم، اون 2 نفر اول بودن که آقای مهندس خرم و آقای انوشیروان روحانی بودن. بذار تنها باشم، تنها بمیرم، دیگه از درد و غم آروم بگیرم، برم پیدا کنم یه جای خلوت، بشینم عشق بریزم تا قیامت، برم پیدا کنم یه جای خلوت، بشینم عشق بریزم تا قیامت. با کسی که من یه مقدار میشه گفت که راحت بودم، نه اینکه من، اغلب کسانی که با ایشون کار میکردن، آقای ویگن بود. آقای ویگن با اینکه زبان مادریش ارمنی بود، زبان فارسی رو خوب میدونست، شعر رو خوب میفهمید، خط خیلی خوب فارسی داشت و یه حالت لوتیگری و مثلا میرفته رو به اصطلاح سن میکروفون یا علی مثلا، یه همچین مدلی بود. دیگرون هم هر کدوم به نوبه خود خب بالاخره یه محسناتی داشتن، یه مشکلاتی هم گاهی داشتن. مثلا فرض کنید خواننده داشتیم که من مجبور می شدم برم بغل دستش وایسم تو استودیو و شعر رو تو گوشش بگم که این بخونه. و سوادش در این حد بود که نمیتونست مثلا شعر رو از رو کاغذ بخونه و به اصطلاح اجرا بکنه. یکی 2 تا کار هست مال فیلمی به اسم روسپی که یکیش هست میگه خدا 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 یا اگر به کام من جهان نگردانی جهان بسوزانم، اگر خدا خدا یا مرا بگریانی من آسمانت را زدم بگریانم.
از اینکه به اصطلاح انقلاب پیروز شد و خب ما خب یه مقداری مشکل داشتیم با صدا و سیمای اون زمان. گفتم خب خوب شد. باور کنیم من چندین بار رفتم میدون ارگ که برم تو اداره رادیو. هنوز اون تانک به اصطلاح قراضه پشت در بود و در بسته بود و بالاخره اومدن و باز کردن و آقایونی اومدن و به ریاست رسیدن و یه عده رو تعطیل کردن، یه عده رو بیرون کردن. هم 14 یا 15 تا ترانه ساختم تا اواسط سال 58. تقریبا میشه گفت که نصفشون برای صدای خانم‌ها ساخته شده بود که اینا به طور کلی حذف شد. که هنوز مثلا چند تا از اینا که اجرا نشد همینطور برای من یه حالت عقده داره. یه ترانه ساخته بودم برای گروه کودک که این خیلی برای خودم خیلی مهم بود، ولی چون به اصطلاح آهنگسازش ارمنی بود، ایشون هم پاکسازی شده بود، اینم اجرا نشد. میگه ما با چوب و سنگ، اونا با تفنگ، خوبی و بدی، جنگ و جنگ و جنگ. دسته یک طرف داداشم باهاش، زخمی شد یکیشون، بابا کرد دواش. زنده باد بابا، زنده باد داداش، زنده باد تمام شهر و آدماش. تقریبا میشه گفت که موسیقی با اون حال و با اون به اصطلاح روالی که وجود داشت قبل تعطیل شد و ما بالاخره یه جوری کنار افتادیم. برو ای دل بخواب که وقت خوابه، سلام تو همیشه بی جوابه، به تو بی دست و پا حتما نصیحت، اگه عاشق بشی خونت خرابه. تا سال 76 و دوران اصلاحات که بالاخره گشایشی شد و دوباره صدا و سیما تصمیم گرفت که موسیقی رو یه شکلی راه بندازه. آقای علی معلم دامغانی رئیس به اصطلاح تولید موسیقی صدا و سیما شدن. ما هم یه دو تا کار شروع کردیم و که یکی از کارهای اولین کار من که اجرا شد کاری بود به اسم وقف پرنده ها که دیگه آی آدم های مهربون واجبه که کمک کنید، فکری برای بستن زخمای شاپرک کنید. داشتم یه جایی میرفتم توی یکی از این کاجای خمره‌ای یه قاصدک دیدم که گیر کرده و انقدر دود و خاک و گرد و خاک بهش خورده که خاکستری شده، دیگه سفید نیست. این برای من شد سوژه. گفتم ببین ما چقدر آلودگی ایجاد کردیم، بریم چه کار میکنیم با این طبیعت و با این زندگی. آی آدمای مهربون واجبه که کمک کنیم، فکری برای بستن زخمای شاپرک کنیم، واجبه که جلا بدیم آبی آسمونی رو، وقف پرنده ها کنیم، دونه مهربونی رو، دونه مهربونی رو. پیکر ناز نسترن بستر سبزه و چمن، حیفه که فرسوده بشه آب زلال چشمه ها، بارون رحمت خدا حیفه که لالوده بشه. پیکر ناز نسترن بستر سبزه و چمن، حیفه که فرسوده بشه، حیفه که فرسوده بشه آب زلال چشمه ها، بارون رحمت خدا حیفه که لالوده بشه، حیفه که لالوده بشه. پاکیای دنیا رو آلودین، اینجور اگر بگذره نابودین. آی آدما با ندونم کاریتون زندگی رو کشتین و خوشنودین. کو کجا رفت برکه مرغابیمون، کو کجا رفت آسمون آبیمون، چرا باید بمیرن از تشنگی ماهیای کوچیک سرخ آبیمون. دشت اگه صحرا بشه قاصدکی نمیمونه، قصه زندگی رو باز
شکاوکی نمیخوام. پاکی های دنیا رو آلودی اینجوره که بگذر نابودی آی آدم را با ندونم کاری تو زندگی رو خوشتین و خوشنودی زندگی رو خوشتین و خوشنودی. این بود. بعد جز کاری هم که باز یه مقدار معروف شد و حتی سر زبون من بچه 4-5 ساله شنیدم، تیتراژ زیر آسمان شهر بود. آدما با هم و تنهان هر کدوم یه جور معمان، بعضی واژه ها یه رازن، بعضی واژه ها بی‌معنی. حضورتون که عرض کنم گفت که داخل چه کار کردیم یا خارج حالا بکنیم. هیچ رابطه‌ای هم نداشتم با آقایونی که اون ور کار میکنن. کارایی هم که الان میشنوم که تولید الان هست چنگی به دلم نمیزنه. مثلا کار بکنم که چی بشه. حالا اینجا مثلا فرض کنید کار کردیم چی شد که حالا بعد بخواد. اینو میگن جنگ بدون اعلان، جنگی که هیچ قاعده ای نداره. اینو میگن جدال نابرابر، جدالی که فایده ای نداره. یک نفر از دشت بدون آهو میگفت تو غم روی دلم گذاشتی. من نمیخوام اشتار خشک و خالی، عاشق اون آهو بودم که کشتی. دلتنگ از این بیداد، دلتنگ از این سیاد. من فکر میکنم هر اثر هنری یه قطعه یه جزئی از اون هنرمند توش هست. اگه هنرمند صادقانه کار کرده باشه، با احساس کار کرده باشه، این صداقت و احساس منتقل میشه به اون شنونده و اون شنونده این کارو نگه میداره. ببین یه چیز حرف قشنگی یک کسی میزد، یا نمیدونم یه جای خوندم، فکر کنم خوندم جایی که میگه که از رودکی به این ور هزاران هزار شاعر پیدا شدن و اومدن و رفتن و شعر ساختن و بالاخره اینا حتی هنوز زنده بودن که آثارشون فراموش شد، ولی شاهنامه موند. شاهنامه رو کی نگه داشت؟ مردم نگه داشتن، چون مردم دوستش داشتن، چون مردم احساس به اصطلاح خصوصیت میکردن، احساس فامیلی میکردن، میدونستن مال خودشون، اینه مردم نگه داشتن. یا مثلا دیگرانمون، سعدیمون، حافظمون، مولانامون، اینا رو مردم نگه داشتن و الا مثل هزاران آدمای دیگه اصلا از بین میرفتن و هیچ نام و نشانی ازشون نبود. فلک به سنگ کینه ها شکست قامت مرا، مگر چه کردم خدایا؟ شکست سر شکست پا ز عشق و زندگی جدا، کنون کجا روم خدایا؟ من امیدوارم که دستگاه‌هایی که متولی امر هنر این مملکت هستن فکر کنن که بالاخره این آدمایی که کار میکنن، حالا فرضاً مثل فرض بفرمایید که ترانه سرا یا آهنگساز یا هنرپیشه، اینایی که من میدونم که مثلا کارشون کارمزدی بوده، کاری کردن و در ازایش یه مبلغی گرفتن جلسه یا به اصطلاح هر کار به اصطلاح ارزیابی شده، اینا رو فکر کنن که بعد از بالاخره اینا وقتی که از کار میافتن پیر میشن، حالا یا اینا بالاخره بتونن یه شکلی زندگی بکنن و بیمه‌ای داشته باشن، بازنشستگی داشته باشن، از این حرفا.
مرا بگو